به 24 دهه خرد و کلان تقسیم کرده که مشهورترین از دیزی دهه ها 10 دهه. مردم پشی نظر به گفته های خود ازیا مردم هایی هستند که در دهه آذره شریک نیاین، اینا مگم اولاد چنگیزی. جمله کسی در دهه آذره شریک نه، یک همیا خود خلق قلم داد نه و یک مردم های بیسود. مناطق هزارجات مناطق خیلی وسیعی بوده. این زمین جی از شوی و بوباش و تیری و دیراود که مورا گرمسیل شد، مثلا مورا در پشته قندهار و در غنداب و که حالی که گفتم که مثلا بابه موشم و بابا ولی در غنداب دفنه، اینا که است همه منطقه هزارجات بوده و بعد میاید در طرف گریش ای جاها که مربوط مشد بابه کی در بابا چوپان نقل کنه. نقل به اصطلاح که هم ساعت شنه و هم یک مقدار آگاهی بخش نسل جوان پیداش نخواه. تجربیات آدم پیر نسبت به آدم جوان بیشتره. اگر ما بخشیت نقل کنم یک یادگاری هم ممنه و در این زمان بخشیت آگاهی هم پیدا میشه. از کجا نقل کنم؟ از مردم مازره نقل کنم. از شروع هم زوال شی هم زوال که مردم مازره بچه از کی هست کدام استاد تقسیم شده. نظر به بعضی از روایت هایی که از کتاب حاجی کاظم یزدانی به نام پژوهش در تاریخ هزاره، مردم آذره را به دهه های مختلف دیگر نامگذاری کرده که به 24 دهه خرد و کلان تقسیم کرده که مشهورترین از دیزی دهه ها 10 دهه که از حساب از دهه زنگی و دهه کندی شروع کنم، چون یک مقدار از این دهه ها سالمتر مانده. دهه معروف را حاجی کاظم یزدانی نام برده که از جمله دهه زنگی، دهه کندی 2، دهه دهقان، دهه چوپان 4، دهه برکه و دهه پولاد 6، دهه مرکشه و دهه مرداد 8، دای قوزیه و دای کلانه 10. که جاهای از یک مثلا دایا دا کجا زندگی مکدب ده دیگه، دای زنگی و دای کندی که معروفه در تمام جهان هزاره که در مرکز زندگی نم و این که بسیار زیاد مانده و معروف سر زبانهای مردم به خاطر زی کوهستانی بوده و عبدالرحمن دسترسی کمتر پیدا کردم. دیگر خدمت با سعادت عرض کنم در پهلوی دای کندی که هست دای دهقان بوده. دای دهقان خیلی کم مانده که او را فعلا به نام قوم دهقان نام منه. در پهلوی دای دهقان دای برکه که دای برکم تعداد 200 خانوار بیشتر نمانده، پراگنده ده هر کجا پراگنده. در پهلوی دای برکه که هست دای پولاد دیگر به نام مردم مالستان فعلا یاد میشه. مالستانی ها که هست دای پولادن. یک شاخه از دای پولاد دایه بوده که فعلا اوغنان ملاخیل هم در جایی گزین شدن. در پهلوی دای پولاد دای مرکشه که مردم جاغوریه، مردم خرباغ، مردم سریاو، مردم های قیاغ، گلبوریه، اینا یک تعداد مردم های ناورن، اینا که هست از دای مرکشه. در پهلوی دای مرکشه دای چوپانه. دای چوپان که هست بابه مردم قوم قلندرن. دای چوپان امتداد داره شوی و بوباش و تیری و دیراود و خدمت با سعادت عرض کنم ارغنداب و کجاهای قندهار تا مرزه به گریشک. گریشک هم از مردم دای چوپان بوده. فعلا بابا چوپان در گریشک زیارتگاه خاص آمه قبرشه. این مردم های دای چوپان. مردم های دای مرداد، اینمی ششگوی وردک، سید آباد، شیخ آباد، شاه قلندر، میدان شهر، یعنی
دیگر در مرداد فعلی که بهار و قوم از این تیر میشه و دیگر خانه های زراعتیش میزنه و جنگ منه در طرف بیسود مره در مرداد. خب در کلان در کجا بده؟ در کلان طرف بغران و نومیش یک سر از امتداد پیدا تا در کندی میرسم. خدمت با سعادت عرض کنم باقی ما در قوزی مثل در کالو و غربند و مثلا شیخ علی و بغلان و تاخار و این جاها که هست کلی مردم های در قوزی هم که این نوع در معروف آزره نظر به چیزهایی که مثلا مردم حساب داره سابق دیگر در مشهور آزره و فعلا که مثلا ما شما اولادی در مرکشه در مرکشه خدمت با سعادت عرض کنم دیگر بابه مردم جاغوری بوده خدمت با سعادت عرض کنم در مرکشه که هست اولاد ساده سویکه اولاد لاهورکاهی اولاد بابا ولی که فعلا قبرش در ارغنداب بین اوغنا واقع و اوغنا او را به عنوان قبر حاضر میشناسن ولی درش یک دسمال مسمال اترا بستن و مثلا تبرکن زیارت مدن حالی چقدر مثلا از او عقیدتیه یا مثلا نمایشی از زمان سابقه مترمانده دیگه پشت به پشت مثلا زیارتگاه بوده دیگر خدمت ما سعادت عرض کنیم از که پایین بیاییم دیگر مردم جاغوری ره که از چند دسته تشکیل شده مردم جاغوری از 4 دسته تشکیل شده خب باغوچریه که بابه ما و شموی دیگر گریه که از مردم های انگوریه داوود زیرگ ایدر دیگر آتایه مثل اتقول و سنگ ماشه و سیازیمی و سیابوچه و ایچه و بابه و خدمت با سعادت عرض کنم شیرداغ و دیگر زردک اینا که اولاد آتایه و دیگه این که ازدریه که اون 4 بچه یکی خاطیره و یکی هم خجیلیه و یکی هم سید آمد علوداله و یکی هم مرداد کلمه توی اینا که هستم 4 دسته دیگه اولاد جاغوری از اونجا پایین تر با بابی خود حساب کنیم ما شما که اولاد باغوچری دیگه باغوچری که هست 2 بچه داشته یکی شادی و یکی نصرت شادی بابی لومانه و نصرت بابی مردم ازمو و مردم شیرداد و خدایی دادم دیگر نصرت 3 بچه داشته شیرداد بوده خدایی داد بوده و به اصطلاح رحمت بوده که بابی ازمو بوده رحمت 2 بچه داشته که یک ندام بوده و یک بوسعید دیگر بوسعید باشه سر جایشی اونا جای خود داره ولی راجع اماد در مردم ندام 3 بچه داشته شغله بوده نگنام بوده بابا کمال بوده بابا کمال که بابی ما و شما 4 بچه داشته خدمت با سعادت عرض کنم کلان بچهش بابا غلام بوده که بابی مردم میانه بابا کلانش و دویومش بابا مراد بوده که پدر کلان مردم تمقوله سیومش جیفابیک بوده که بابا کلان مردم غاریشایه 4مش بخشی بوده که بخشی بابا مردم قشیلیه دیگر راجع آمد در بابا خود ما و شما که بابا مراد بوده 2 بچه داشته یکی خوجه مراد و یکی دیده مراد خوجه مراد مردم های دیو و مردم های غار اینا که هست اولادی خوجه مراده دیگه خارزار ترکچوقا آقبچه که هست اولادی دیده مراده این سرقل مربوط غار سرقل که هست مربوط غار میشه و زمین زرخرید دارن و از مردم های غارن فهمیدیم
اینالی اگر ما حساب کنی که ما تو برادر جان از ده کجا دیده مراد قد مخری. مثلا فرض کو جواد، الله داد، دیگه قاسم، روح الله، بچه مرزا حسین، مرزا حسین، عبدالله، دیگه میر حسین، کلبی حسین اولاد سفر علی، سفر ولد خدا نظر، خدا نظر ولد خانعلی، خانعلی ولد زاره، زاره ولد سیرپوش، سیرپوش ولد سولی، سولی ولد دولت. بسیار ببخشید دیگه سیرپوش ولد دولت، دولت ولد سولی، سولی که هست اولاد رحیم بیگ. ما شما که هست نزدیک خانوار ده خانه کشه میشه. مثلا فرض کو همه آقای حکیمی بچه ابراهیم، ابراهیم از جانعلی، جانعلی از اولی، اولی از النقی، النقی از باقی، باقی از یازه لشکری، یازه از بارخون مویتو، بارخو از چولی، چولی و سولی اولاد رحیم بیگ بودند. رحیم بیگ دیگر یک برار خانه سرچاقا، خانه آقبچه یا اولادی گلابیک بوده، گلابیک و رحیم بیگ اردویش اولادی دیده مراده. یعنی تقدم خدمت ما سعادت درس کنم این از این قرار قضیه. این مردم پشی بوده کدام مردم پشی، مردم پشی نظر به گفته های خود از یا مردم هایی هستند که در ده آذره شریک نیاین. اینا میگم اولاد چنگیزی، ولی چنگیز بچه های زیادی داشته، مثل الله خان بوده و مثلا منگو آقا خان بوده و مثلا ایل جایتو بوده و محمد خدابنده بوده و خدا میدانه که از کدام بچه از یا است یا خود خورم میگم اولاد چنگیزی مو در ده آذره شریک نی. جمله کسی در ده آذره شریک نی، یک هم یا خود خلق قلم داد نه و یک هم مردم های بیسود. بیسود که معروف مشهوره که منطقه جده مشرقی بوده، پولی بیسود، ولسوالی بیسود، از اونجا که رانده مشن میند 14 کابل، یعنی 14 کابل مثل دانا و مثلا 4 آسیا و قلعه واید و قلعه چیدگر و دیگه گلخانه و اینا که بوده از بابا بیسود بوده. بابا بیسود ممره قبر شده کوی قوریق، قوریق دفن شده دیگه. بعد از او سر اولادای فشار ما ادعا بچه داشته اینا فرار مونن طرف بیسود فعلی مونه که مثلا بیسود هم به 2 حصه تقسیم میشه، حصه اولی بیسود و حصه دوم بیسود که حصه دوم بیسود دیگر مربوط میشه به ولسوالی ناور، جرگای و برجیگای و باتور و برکر و اینا که هستن مربوط میشه، مثل خواد اینا دیگر در ولسوالی ناور ملحق میشه. دقیقا میگم امی بعضی ها میگه که آزرگو کسی خیلی در قندار بوده اونجا، مثلا در مناطق حاصلخیز بوده. بله گپ تا چی اندازه؟ مناطق هزارجات مناطق خیلی وسیعی بوده. یعنی زمین جی از شوی و بوباش و تیری و دیراود که مورا گرمسیل شد، مورا مثلا مورا در پشت قندهار و در قنداب و که حالی که گفتم که مثلا بابه موشمو بابا ولی در قنداب دفنه، اینا که هست همه منطقه هزارجات بوده و بعد میاید در طرف گیریش ای جاها که مربوط مشده بابه کی در بابا چوپان، مردم های قلندر حال فعلا بابا چوپان در گیریش دفنده، کلی مردم خبر دارن و یک زیارتگاه خیلی کلانه دیگه. اینا همه از مردم هزاره بودن. ولی از این طرف مثلا فرض که از قرباغ و غزنی و که با از بابی ازمو بودن تا منطقه دیمرداد دیگه ششگه و دیگه شاه قلندر و سیدآباد و شیخ آباد از نابش پیدای دیگه میدان وردگ و مثلا میدان دیگه فعلا نمی دیمرداد فعلی که هست، اینا همه تا کوتل تخت را اینا از مردم دیمرداد بودن، همه منطقه آذره بودن. ایت مثلا کدام نویسنده بوده که مثلا اینا رو مستند کردش که واقعا مثلا این جایا
مربوط هزارا بوده در کتاب نوشته کده در کتاب نوشته کده چرا در کتاب ما یاد منی ما کتاب تاریخ خیلی زیاد خوندم حال احتمال دارد که دمی پژوهش در تاریخ هزاره نوشته باشد این منطقه‌ای که مثلا فرض کو دیگر مربوط هزاره بوده لیست هزاره خارج شدن و مردم های چیز گرفتن یا جاهای گرمسیل جاهای دیدنی جاهای مثلا که بودو باش بسیار خوب و مثلا با پرمنفعت و با فایده بوده از مردم هزاره بوده این مردمی که آمدن فعلا جایی گفتن اینا کوچی بودن فعلا اینا که مردم های پشتون مردم های افغانستان نبوده دیگه مردم های پشتون مردم های پاکستان بوده اینا در دون از در اسماعیل خان از کجا از جوب و از دو جاها اونا را دیگر آوردن در اینجا جای گزین کردن یک مستند بخوای گپ دیگه کدام کتاب نخواد نشته باشه مثلا این مسائل کتاب های مستند هم تاریخ پژوهش در تاریخ هزاره یک مقدار داره و خدمت با سعادت عرض کنم دیگه تاریخ هزاره های افغانستان کتاب حاجی که سید عسکری موسوی درسته خدمت با سعادت کنم بعضی کتاب های دیگه هم دارن ولی اونقدر چیزی نداره یعنی دو کتاب ارزنده ولی بعضی که مثلا از ظلمه هایی که درباره مردم افغانستان شده مردم آذره شده دیگه کتاب مستندتر از مردم از چیز کتاب سراج التواریخ علامه فیض محمد کاتب بهترین کتابه که دیگه زیر نظر دولت نوشته شده زیر نظر امیر حبیب الله از زیر نظر چندین آدمای مصحح تیر شده و برادر جان عزیز دیگه ظلمه هایی که مثلا درباره مردم آذره شده مردم آذره کدام منطقه از آذره بوده که او گرفته دیگه دو کتاب مستندن نوشته در زمان عبدالرحمن مردم جاغوری کدام چیزی آسیب دیدن؟ بسیار آسیب دیدن بسیار آسیب دیدن مردم جاغوری بسیار آسیب دیدن دیگر فعلا که مثلا فرض کو منطقهش را آذره گرفته یا افغو گرفته باشد نگرفته ولی فشار بسیار زیاد مردم در اثر ظلم فراریش خیلی زیاد فرار شده ولی افغو جایگزین نشده مثلا در منطقه جاغوری یک تعداد هزارا کس در کویچه زیاده نه؟ آره یک تعداد مشهد زیاده اینا چی زمان بهش سرکوچ کرده؟ اینا اکثرا در زمان عبدالرحمن اکثرا در زمان عبدالرحمن مردم های از مو زیادتر در مشهد مردم های سنگ ماشه و ایجاها زیادتر که اصلا در کوچه رفته گرد نواحی سنگ ماشه یعنی مسکه پایین مسکه علیا یک مسکه علیا یک مسکه سفلا کتابی مثلا نوشتن ادبی نوشتن ولی در نام سادگیش تینه مسکه بسیار قدر آواره شدن حال در هر کجایی که بینگرنی آواره که از جاغوری هسته تینه مسکه دیگر و ملگایش هم ندیسته اوغو گرفته ابتداد ملگای تینه مسکه را مردم های اوغو گرفته بلنه مسکه که هسته جای به جای مانده مردم قره‌باغ کدام مردم هزاره میشه این ولسوالی قره‌باغ شه ولسوالی قره‌باغ این بغلنا خو معروفه که مثلا گلکویا مثلا قلوجه قلیاقوله نیختایا اغزیره زرسنگه دیگر اینی ها که هستن در بغلانه در بغل کو زندگی نه اینا هزارایی هستن که دیگر دایم همینجی بوده ولی در دند قره‌باغ خدمت عرض کنم میرگ و مثلا چونی و ماشه و مثلا جاهای دیگهش که مثلا ما یاد ندارم اکثر سودا شده و گرفتم آذره فرار کردم جاهای دیگر رفتم اکثر جایش اوغو گرفته قلعه های سید را مثلا سودا شده اوغو گرفته
ولی می دی سید قرباق دی سید را سودا کردن عمدن دولیتو، یعنی می سیدان آخونی که دولیتو زندگی از دی سید قرباق بودم، زمین های شوقو گرفتن یا عمدن دی دولیتو زمین گرفتن. این رقم بودم. مردم قرباق را چند دسته گفتی؟ 4 دسته؟ 4 دسته. تلتمور که زردلویه. آره. تمکی نام بابیش ده کتابی که مثلا حاجی کاظم یزدانی نوشته ده، نام پدرش ذکر نکرده، همین تمکین کسته یک دسته. دیگه سیدیه. سیدی مثلا فرض کو بیرم بیدره یا شاکو میلوره، یعنی کتغار باریگه، یعنی ها کسته سیدی یا غدره. دیگه خدمت با سعادت عرض کنیم دوکه، نیقله و گلکو که هست دوکه، یعنی 4 دسته که هست از قرباغه. بعد یک برار زیاکی بوده به نام محمد خوجه بوده. از محمد خوجه قلیاقو، لغزیر، قولوج، زرسنگ، یعنی ها که هست کل محمد خوجه. از جمله مردم شاو که فعلا در ناور هم زیاده. فیض محمد کاتب هم از جمله اولاد محمد خوجه. فیض محمد کاتب اولاد محمد خوجه، خانهش در سنگ بوده، بین او آذره قرباق جنگ شده یا در سنگ فرار شده در ناور در گردون بخارا ساکن شدن. دیگر اولاد شاویه یا کلان خره که هستن. دیگه یک جمله به نام اگر ملیک علی بابا بود به نام آقای شاوم گفتن، کلان خره شاوم کن. این اولاد محمد خوجه. این مردم شارزایده مقدم مردم این مردم شارزایده که هست یا قلندرن یا جاغوری نیان، یا که هست اولاد قلندر. قلندر که بود زمانهایی که قلندر خان جاغوری بود، جاغوری چنان ظلم ها کرده که این در خاک ایران امر مقدده که از جاغوری شفتل ده بله خر بار کنه در اونجا برسنه گل ششتا نشنه، گل شفتل دیگه سافر که از مدگاو باش کنه در اونجا برسنه کفش نشیه، ظلم مقدده. بعد زو جاغوری ها خان بلده خو میگرن، اینا برادر جان عزیز دیگه منزوی میشن از جاغوری. ای که مثلا عمدن شارزایده والا دوم الله بسیده اینجی یا فراری عبدالرحمانن که عبدالرحمن قلندر را در بدر خاک بسر کرد. قلندر هم خیلی مردم شوخ بود، 7 سال قد عبدالرحمن جنگ از بس که شوخ بودن. دیگه توب عبدالرحمن سه ترکای مگفته ده یا بوی عبدالرحمن را که بلیشی توب رو بار مگفته ده نرکه خرو مگفته ده، از بس که مغرور بوده ده. مگفته عبدالرحمن سه ترکای را بلی نرکه خرو بار کده ارده که قلندر را بگره از دان بابیش تیره گرته بیتنه. ولی چون نفاق داشتن در بین خو اولا که بسیج بودن گرفتن نتنست دیگه. الله تا که نفاق بین ازا پیدا شد، مثلا دیگر لشکر عبدالرحمن میماد مثلا قطو قلای بال نره بیرو مکد تاینا قلا کمک نمکد. مگفت یا جنگ یاد نداشته باشه یک دفعه در قلای ازمو برسه مو چی یقیم جنگ منه یا همی تا غافلگیر کد قلا برادا جان زنار هم از نابود کدن از بین بردن. این قلندر که هسته، این شرزایده که هسته یا که هسته اولاد قلندر. قلندر کدام مناطق اصلا زیادترین جای قلندر که بوده چیز بوده ارزگو بوده، ارزگان دیگه مرکز قلندر بوده. مرکز قلندر شوی، بوباش، تیری، دیراود، دی خاکران اینا که قلندرن، کلیکش قلندرن. ای جنی همیشه از زیدر به خاطر همزو کوی شهر زیده میگه دیگه. شهر زایده نبوده، شهر زبیده بوده. مگه خاتون فرود زبیده نامده شده. آسو گوان شیردار خوره در اینجا میچرنده ده، این چمن بوده ده، تاله بوده. سفیرود بچه کهی کوس بوده. دیگه خاندم 2 هزاره های افغانستان، سید عسکری موسوی 3،
دیگه هزاره ها تألیف حسن پولادی 4 افغانستان در جریان تاریخ تألیف محمد اسحاق اخلاقی 5 هزاره در جریان تاریخ پژوهش در تاریخ هزاره دیگه تألیف حاجی کاظم یزدانی 6 دیگه خدمت با سعادت عرض کنم سراج و تواریخ فیض محمد کاتب که 8 جلده 6 7 بیخیش خوندم بیخیش خوندم 8 جلده بیخیر خوندم خدمت با سعادت عرض کنم دیگه کتاب افغانستان در مسیر تاریخ که تألیف غلام محمد غبار 9 دیگه افغانستان بعد از اسلام تألیف عبدالحی حبیبی 10 اینو خبر تاریخ خوندم خیلی خونده خیلی خونده اون کتاب ها قطرش هم خیلی دبل قطرات او 8 جلد فیض محمد کاتب که بیخی اشو تیره اما 3 جلد دو جلد چکو اینه قدر قطوره که دیگه اید امکان نیه که مثلا فرس یک ورق بله دو اضافهش ند بس کچه بس قطوره او یک ادبیات دیگر نشتک دوره فرق منه او یخی و دیگر رقمه او اکثر مردم ها یک نمفهمه خیلی فرق منه او دیگر رقم نمیشتد یک نمونه دیگر نمیشتد ادبیاتش خیلی دیگر رقمه خونده؟ یک مقدار کم خوندم زیاد نه یه خیلی فرق منه ادبیاتش تا ترکی کار گرفته یک مقدار دیگه عربیم کار گرفته عربیم کار گرفته یه او قدر درس خوانده علامه که بگه علامه دیگه خیلی پیش مردم های هندوستان خوانده مردم های پیش مردم افغانستان خوانده پیش مردم پاکستان خوانده